یه موضوعی که همه ماها رو تحت تاثیر خودش نگه می‌داره باورهاست. اگه بخوام خیلی ساده بهتون بگم، باورها دوتا، یه سریشون بیرونی هن، یه سریشون درونی هن. در درون خود ما وجود دارن، چیزهایی که از قبل اومده تو ذهنمون مونده. بیرونی باورها و چیزهایی هستن که دیگران، اجتماع، جامعه، قوانین، امکانات، منابع، اونها ایجاد کردن و حتی اگه اونها هم بخوان تغییر کنن، ما باور داریم همینیه که هست و تغییر نمیکنه. باورهای درونی ما هم که از بچگی درون ما شکل گرفتن، اونها رو سخت‌تر از باورهای بیرونی ما میتونیم تغییرش بدیم. شاید هم اصلا نتونیم تغییرش بدیم. اینها همه باعث میشن که تصور برنده شدن، تصور موفق شدن رو به کلی از دست میدیم، مگر اینکه توانایی اینو داشته باشیم که بتونیم تغییرش بدیم.